دوستان عزیز اکنون این پهلوان 81 کیلوه یکی از پهلوانانی که غالب گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری است. اقنظر نظرов پهلوان است که تحت رهبری یکی از مربیان جوان اعظم در شهر ایسور تمرین میکند. اقنظر نظرов پیراهن سفید به بر کرده است. بر مقابل او زادوف مقصد میبراید. این پهلوان زادوف مقصد است، پهلوان شهر دوشنبه است که حالا با حقنظر نظرов در دور دوم گشتین میگیرند. در دور اول حقنظر نظرов تویچیبک شریپов را مغلوب کرد و زادوف مقصد باشد نایبов دادر جان را شکست داد و به این مرحله راه یافت. حالا میبینیم حقنظر نظرов این پهلوان پیراهن سفید پوشیده چیکار میکند. در حال حقنظر نظرов دست و گریبان رقیب را داشته است، آستین رقیب را مستحکمتر می‌دارد. در حالت بسیار هم اصول خوب را در کار بردن است در پارتر، اما رقیب باشد زادوف از این فرصت استفاده برده دیگر امکانیت خوب را نمی‌بیند. پای را رها کردن است و حقنظر نظرов را در زمین فشار آوردن است، اما این عمل برای زادوف میسر نمی‌گردد و به مقصد خود نرسید در پارتر. حالا اکنون کار راستا به قول دیگر میگویند تاچی وازه. دوباره حقنظر نظرов گریبان رقیب را دریافت کردنی است. زادوف الکی میداند که با حقنظر نظرов کشتین گرفتن مشکل تر است. شاید داور مرکز برای زادوف اولین شیدا را نشان دهد برای کشتین نگرفتنش و سرکشی کردن از چنگال حقنظر نظرov. مته دوباره هر دو پهلوان از جای میخیزند. عجمه میگوید داور مرکز. باز دوباره حقنظر گریبان راست دست چپ رقیب را هم داشتنی است، آستین رقیب را و برای گذشتن به اصول سراسیمه ور نیست. اکنون ببینید بسیار هم اوچی ماتا اپان 100% حقنظر نظرов در اینجا رقیب را به تخت پشت افتاد و همین طریق به دوره های منبعد راه یافت. حقنظر نظرov به مرحله های نوبتی می رود. انا بعد از انتظاری های دور و دراز ما اصول های زیبا و تکنیک بلند گشتنی جدا را دیدیم. اوچیماتا به طور اعلی اجرا گردید و همین طریق این پهلوان شهر ایسور پیش از مهلت رقیب را به تخت پشت افتاند. یا اصول لب انداختن. اکنون دوستان عزیز حالا جفتی واسه می شود. دو پهلوان نامدار را میبینیم. حقنظر نظرov پیراهن سفید به بر کرده است. امروز رجبov باشد با پیراهن کبود گشتین میگیرد. حقنظر نظرov غالب و جایزه دار مسابقه های گشتین ملی تاجیک اشتراک چی مسابقه های بین المللی در گشتین جدا و این همراز رجبov است. پهلوان است که در مسابقه های بین المللی همچنین دو مراتب جایزه دار قهرمانی جهان گشتین سامبو عنوان قهرمان جهان گشتین کراش را به دست آورده است. باور خوجانچیدوف داور از ولایت مختار کوهستانی بدخشان برآمده است. در اینجا این دو پهلوان نامدار را باور خوجانچیدوف حکمی میکند. حقنظر امروز رجبov در حال با هجوم میگذارد. پهلوان این جفت است که یکدیگر را خوب میدانند، از هنر یکدیگر با خبر هستند. یعنی دو پهلوان است که در جمهوری تاجیکستان مخلصان زیاد دارد. هر دو در گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری نیست هنر نمایی میکنند. حقنظر نظرov آوچی گاری را میخواست با کار برد. حالا دوباره این پهلوانان با هم دست و گریبان یکدیگر میقپند. این پان نشان میدهد
آفرین. حالا به هر حال یک بار دیگر باور خوجانجیدوف سعید مختار پهلوان است که سالهای اخیر درخشش خوبتر است. همچنین اگنظر نظرов پهلوانی نامدار جمهوری تاجیکستان است. سعید مختار رسولov حالتی لدادن دست از جانب اگنظر نظرов حالتی در زمین نگاه داشتند. سعید مختار رسولov پای اگنظر نظرов را می‌دارد و این مت از جانب داور مرکز هر دو از جای برمیخیزند و مبارزه ادامه می‌یابد. دوستان عزیز، دوباره این پهلوانان اینجا با فکرم سعید مختار رسولov دستش کمی لب برداشت. حالت تکرار رو میبینیم چگونه بود. سعید مختار رسولov کنار میرفت و اگنظر نظرov دست رقیب رو با سمت دیگر توپ داد. بسیار حالت خطرناک برای سعید مختار رسولov بود. ببینید چگونه حالت بسیار هم خطرناک میتوانست که برای سلامتی پهلوانان خلل رساند. خب اگنظر نظرov هنوز منتظر است و سعید مختار رسولov با میدان براید. در اینجا سرداور است، داوران کناری هستند. حالا سعید مختار رسولov نزد طبیب میرود. در اینجا داور جوان ناصرov نشان میدهد برای سعید مختار که نزد طبیب رود و از کمک طبیبان استفاده برد. دوستان عزیز، یادداشت میشم که این نبرد نیمه نهایی است. اگنظر نظرov پهلوان است که در گشتن کراش خوب درخشیده است. در گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری در مسابقه های جمهوری برآمد کرده است و در شهر ایسور تحت رهبری اعظم مربی خود برادران اعظم هستند. دو پهلوانی که در شهر ایسور بودند می درخشیدند. حالا اکنون دوباره در اینجا ظریف نظریف ابراز میکند است طلب تکرار این حالات رو و در حالت تکرار هم ما بیشتر دیدیم که در اینجا اگنظر نظرov خب دوباره اکنون گشتین آغاز می‌یابد. دوستان عزیز، سعید مختار رسولov بار بگردد و رقابت بهر راحت به قسمت فینالی است. رسولov و زهر خیلی عالی. اگنظر نظرov بسیار اصول کوچی مطلب را خوب به کار میبرد. این عمل میتواند که رقیب را با تخت پشت برد. اگنظر نظرov این پهلوان جوان اکنون حالا با یک وزری با پیش میره. حالت تکرار را ببینید چگونه اشتباه کرد سعید مختار. دست داد و کمربند هم فقط دست است که این عمل بسیار جالب و جذاب پیشکش کردید. آفرین. اکنون سعید مختار هم به غضب میآید. برای جبران کردن یک وزری برای سعید مختار لازم است که دست و گریبان برزند. دیگر راه نیست. حالا اکنون این پهلوانان مبارزه دارند. غیر حالت های جالبتر است. سعید مختار هم آستین می‌دارد و حرکت ها از هر دو جانب است. اگنظر نظرov سعید مختار رسولov ببینید باز اشتباهی سعید مختار رسولov در زمین. این دو پهلوانی که هر دو در یک دانشکده تحصیل میکنند، در دانشکده تربیت اسمانی به نام جهان پهلوان سعید مومن رحیمov، آنها هر دو اصولهای یکدیگر را خوب میدونند، یکدیگر آشنا هستند، در یک تالار هم حتی واخوردند، بسیار حالتهای یکجا گشتین هم گرفتند. خب دوباره سعید مختار رسولov اگنظر نظرov دور میرود. فرصت هست دوباره آنها برای پیدا کردن کمربند گریبان دست یکدیگر را میگیرند. هجوم های طرفین. سعید مختار رسولov دست کنده می شود، کمی فاصله دورتر می رود، باز دوباره برمیگردد، از گریبان رقیب می دارد. آستین سعید مختار آستین اگنظر نظرov را داشته است و ظریف نظریف اینجا نظارت دارد. انگشتی اگنظر نظرov کمی لب برداشته است و او اکنون به نزد طبیب می رود.
اکنون این نوبت سعید مختار رسولوف منتظر رقیب شود. خمی خسته هم میتوبد. این پهلوان جوان تاجیک در مسابقه های بین المللی در میان نورسان و جوانان در قزاقستان مخصوصا در شهرهای الماتی سابق شهر استانا و حالا نظربایف گشتین گرفته است. در نمود گشتین جدا جایزه دار و غالب این مسابقه های بین المللی شده است. سال 2016 2015 2016 در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در نماد گشتین جدای جمهوری تاجیکستان در قهرمان جدای تاجیکستان به مقام یکم رسیده است و مبارزه توقف. حالا منتظر است تا اغنظر نظرов برگردد و مبارزه با حجمه ظریف نظریف دوام کند. نزد طبیب درو دراز ایستادن برای اغنظر نظرов به سود کار نخواهد بود. در وزن تا 81 کیلو مبارزه برای راحت به قسمت فینالی رقابت نیمه نهایی است بین اغنظر نظرов و سعید مختار رسولوف. اکنون برمیگردد اغنظر نظرов و مبارزه دوام می‌یابد. خب یک وزر کار اغنظر نظرов را با پیش برده است. سعید مختار رسولوف پهلوانی خوب است، تجربه دار است و نیز باید احتیاط کارانه گشتین گیرد. هر دو پهلوان در وزن 81 قبل یک وزر دیگری پونج هم بس می شود. اغنظر نظرов بالاخره با 2 وزر به قسمت فینالی همین طریق فینال رفت. آفرین، باور کنید اپان سیانگ بسیار هم سیانگ سرکیف کردند و یک دست به کار می رود. این وزر و پیش از این وزری داشت، همین طریق 2 وزر به اپان مبادل شد و همین طریق هر دو را ما تا این لحظه تماشا کردیم. عالم‌افروز عبدالرحمانов برادر سرمربی منتخب جدای کشور محمد مراد عبدالرحمانov. اگر باز هم از این پیشتر توجه کنیم والدین این نفر حسین عبدالرحمانov که در زمان اتحاد شوروی همچون پهلوانان نامور و شهرتیار در تاجیکستان به حساب می رفتند. جنگی خان دولتov هم سلاله و برادران همین افرادند که در تاجیکستان خیلی شهرت خاصه دارند. حقنظر نظرov جوانی قامت بلندی خاموشی با تمکین، فردی که البته با او صحبت میکنی احساس میکنی که بسیار هم انسانی کامل و خاکسار و شرمگین است، اما در میدان چگونه هنر و متانت خود را نشان میدهد حالا تماشا میکنیم. از این هم قبلا دیده بودیم که چگونه پرتافت‌هایش رو هم گردان‌های ما منظوری بینندگان کردند. عالم‌افروز حالا باز هم خود را بسیار در حالت آماده باش قرار می‌دهد، اما اشتباه کرد. سهراب رحیمov شفافیت کار امروزه داوران البته بسیار به نظر می‌رسد. در حقیقت هم باید چنین باشد. نفر سزاوار را ما باید دریابیم. حقنظر وزری واقعا هم اگر این حالت به تخت پشت
حریف را نگاه دارد. 10 ثانیه دیگر کافی است. کافی است. و اکنون ببینیم که نوکک این لحظه همچون آغاز گردید، اما کاری کارگردان های عزیزی ما اندکی دیرتر شد این جریان باز هم در برطرف کردن موازنه اندکی حالت دیگره که مورد توجه بود و واقعا هم جالب. در حقیقت هر دو هم تلاش و مبارزه جالب رو منظور ما کردن و واقعا هم حق نظر از دقیقه اول آماده بودن خود رو در میدان امروزه خیلی خوب نشان داده توانست. کمربند رو درست میکند، ترتیب معینه که در ادامه نیروسنجی ها البته باز پهلوانان همان برابری رو اینجا احساس کنند. حق نظر نظرов پهلوانی خلعت سفید داشت در دور اول ترسنبک شریپوف رو مغلوب کرد. بعدا هم پهلوان دیگر دوشنبه مقصد زادوف رو هم دچار شکست نمود. حق نظر با همراز رجبوف هم دست بالا شد. بعدا سید مختار رسولوف رو در واخوری نیمه نهایی حق نظر مغلوب کرد و این سبقت پنجم پهلوان شهر حصار است که برای مدال طلا الان مبارزه برده ایستاده است. و در خصوص اشتراک عبدالرحمنوف علم افروز، حلاوت شایف را علم افروز در دور اول مغلوب کرد، پهلوان سوخت را. بعدا عبدالرحمنوف هم با رحمت الله پهلوان کولاب شهر دست بالا شد. علم افروز در دور سیوم رسول سعیدوف را مغلوب کرد. در واخوری چهارم خود در سبقت نیمه نهایی امیر حمزه اسلاموف را هم مغلوب نمود و این پهلوان هم حالا برای غلبه پنجمش در میدان امروزه و مدال طلایی وزن تا 81 کیلو مبارزه برده ایستاده است. باز هم پهلوان یک طرفه داشت. حق نظر نظرov شیدا گرفت. هر دو هم دو شیدایی دارند، اما حق نظر پرتافتش امتیازی خیلی ارزنده بود. وزاری ایپون است. بسیار هم امکانیت خوب، بسیار هم حق نظر با دلپوری و با افضلی بیشتر در میدان امروزه غلبه به دست آورد و دو پرتافتش هم وزاری به گوهر گذاری کردید و عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان رو این پهلوان به دست آورد. استعدادش فوق‌العاده است، مهارتش خیلی خوب است، اما صیقل میخواهد و چون در خصوص اون ابرمردانی که بیشتر هنر این ورزشگر رو تکمیل میدهند، البته میسازد گفت که محمد شریف علیوف این هم سابق پهلوان محبوب شهر حصار، سنت الله و اعظم رسولوف ها باید در تمرین و باز هم مشق‌های دسته جمعانه بیرون از تاجیکستان شرایط رو فراهم آورند که این چهره هنرش رو صیقل دهد و در آینده ما اطمینان داریم که در وزن 81 کیلو یکی از بهترین ها خواهد شد و برای معرفی جودوی تاجیک فرد محسوب می‌یابد که در آینده البته همان در چارچوبه طلبات قانون عبدالرحمنوف شرفیاب گردید. پهلوانی که بسیار هم تا این لحظه تا به مرحله نهایی هنر خوب نشان داد و در مقاومت حق نظر نظرov البته عاجزی کشید و جای دوم را اشغال کرد. غالب این وزن حق نظر نظرov پهلوان شهر حصار که بسیار استعداد فوق‌العاده دارد، همه واخوری های خود را، همه نیروسنجی های خود را در چمپیونات امساله مملکت 5 دور را هم با تفاوت خیلی بیشتر و افضلی زیاد پشت سر کرد و واقعا هم سزاوار بود، ارزنده بود و غلبه او را
табрик мегӯем, боварӣ дорем ки ин чеҳраҳо ҳайати мунтахаби ҷудои кишварро ҳам қавитар мекунанд, чунки соли 2021 моро боз ҳам чорабиниҳо, мусобиқоти бонуфуз, ҳатто бозиҳои олимпии Токио 2021 дар пеш аст. барои сафарбарӣ дар дигар мусобиқаҳо низ албатта варзишгарони мо имконияти бештару зиёдтар ҳам доранд. албатта ана ҳамон лаҳзаро мо метавонем бисёр ҳалуки дохиларо ҳам дар сатҳи баланд иҷро мекунад. бубинед ана ҳамин ҳалуки бо номи Искандарӣ, аммо сарашро андаке пасттар кард. дар ин мавридҳо андаке хавфро ҳам ин ҳолат ба миён меорад. бубинед аввала сари худро, сари ин паҳлавон ба замин афтид, аммо дасти чапи ҳарифро баробари ду ҳалуки дохила хеле ҳам баркашид, ки аллакай дар як вақт ин ду ҳаракат натиҷабахш сомон ёфт. Суннатуллоҳ, Мизроб, Лоиқувҳо, ин паҳлавононе ки ояндаашон албатта дурахшон аст, дар ҳайати наврасон ҳам дар гӯшини миллӣ, гӯшини ҷудо ин бародарон ҳунарнамоии хуб ҳам карданд дар ноҳияи Ҷаббор Расулов.